شنیدن این شعر به همه توصیه نمیشه. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی، لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی، نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرماخیز تابستان تنت بر سایه دیوار بگشایی، لبت بر کاسه مسی قیراندود بگذاری و قدری آن طرفتر عمارتهای مرمرین بینی و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی، نمیگویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی، ز حال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه زجری میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است.